سلام خدمت همه شما دوستان آیتی لرنی عزیزم. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه آموزش خفن راجع به بوتیبل کردن فلش. قبل از اینکه آموزش شروع کنیم خیلی خوشحال میشم چنل ما رو ساب کنید، ویدیوهامون رو لایک کنید، کامنت بذارید و زنگوله یوتیوب هم بزنید که هر موقع ویدیو جدید گذاشتیم با خبر بشید. مرسی از همتون. بریم برای آموزش. خب، توی ویدیو نصب ویندوز من گفتم که باید فلشتون رو بوتیبل کنید. خیلی پرسیدن که اصلا بوتیبل کردن فلش یعنی چی. ببینید، بوتیبل کردن فلش به این معنیه که وقتی شما فلش بوتیبل میکنید یعنی آماده برای نصب کردن میشه، یعنی به یه مدیایی تبدیل میشه که میشه باهاش ویندوز ریخت و نرم افزارها رو اجرا کرد. خب، برای بوتیبل کردن فلش دو تا راه هست. یکی از طریق ترد پارتی و نرم افزار رفوس که اینجا من دارمش RUFOS که از سایت های ایرانی میتونید دانلودش کنید. یه راه دیگه هم از طریق خط فرمان ویندوزه که نه نیاز به برنامه داره نه نیاز به اینترنت. خب بریم با هم نرم افزار رفوس رو ببینیم. من دارمش اینجا رام میکنم و صفحه رفوس اینجوری باز میشه. لوگوش هم مثل یه فلش هستش و اینجا محیطشه. فلشتون رو اینجا انتخاب میکنید. من فلشم F هستش، 8 گیگن، اسمش نو لیبل هستش. فلشم اینجا انتخاب میکنید که چی بدید که معمولا ایزو هستش. اگه این گزینه سلکت رو بزنید میتونید فایل ایزو رو بهش بدید. ویندوز میتونه باشه، میتونه نرم افزار اکرونیست باشه که من قبلا راجع به نرم افزار اکرونیست ویدیو ساختم، تو چنلمون هست میتونید ببینید. من اینجا ایزو ویندوز رو انتخاب میکنم و اینجا میاد در واقع و اگه من استارت رو بزنم آماده بوتیبل کردن میشه. یه نوار سبز میاد پر میشه و فلش ما بوتیبل میشه. به راحتی میتونید با اون فلش ویندوز نصب کنید و برنامه های دیگر رو اجرا کنید. اینجا هم پارتیشن اسکی میشه، میتونه ام بی آر باشه یا جی پی تی که در واقع ما از جی پی تی استفاده میکنیم. ام بی آر قدیمی هستش و فایل سیستمش هم که همیشه NTFS هست و چیز خاصی نداره. من نمیزنم بوتیبل شه چون میخوام با محیط CMD هم بهتون نشون بدم. بذارید من فلشم رو به ماشین مجازی وصل کنم. آموزش ساخت ماشین مجازی هم قبلا تو چنلم گذاشتم، میتونید ببینید. خب، برای بوتیبل کردن فلش از طریق خط فرمان شما باید کامند پرامپت ویندوز رو با دسترسی ادمین اجرا کنید و یه سری کامند بزنید که فلشتون بوتیبل بشه. خب، اولین کامندی که باید بزنید کامند دیسک پارت هست. دیسک پارت در واقع برای مدیریت پارتیشن ها توی محیط خط فرمانه. بعد کامند دیسک رو بزنید. اینجا دیسکاتون رو میاره. فلش من دیسک 1 هستش. بعد باید سلکتش کنید، سلکت دیسک، اون عدد رو میذارید، سلکت دیسک. نمیدونم چرا نشد و دیسک هم از سلکت شد. حالا دستور کلین رو میزنید که اطلاعات توش پاک بشه. اینم بهتون بگم وقتی فلش رو بوتیبل میکنید تمام اطلاعات توش پاک میشه و حواستون باشه. کلین is successfully پاک شد تمام اطلاعات توش. و بعد دستور create partition primary رو مینویسید و برامون یه پرایمری پارتیشن ایجاد میکنه و بعدش باید کامند اکتیو رو بزنیم. الان اکتیو شد و دستور فرمت fs مساوی tfs کویک رو میزنیم که سریع برامون در واقع به NTFS تبدیل کنه.
اینجا درصدش رو میزنه چند درصده، successfully نوشت و به NTFS تبدیل شد. حالا دستور assign رو میزنیم، اینتر میکنیم و اینجا میبینید که فلش ما بوتیبل شد. حالا شما میتونید فایل ایزو ویندوز یا هر برنامه ای رو بهش بدید تا اون فلش بتونه براتون ویندوز بریزه و بوتیبل و آماده نصب ویندوز هستش. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدید. دمتون گرم. لطفا از ما حمایت کنید، چنلمون رو ساب کنید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.